جامعه یه دروغ بزرگ به ما گفته. این ایده که اگه مجردی حتما یه جای کارت میلنگه یا حتما نتونستی کسی رو پیدا کنی. اما بیایید صادق باشیم. پیدا کردن یک نفر که کار سختی نیست. هر کسی میتونه فقط برای اینکه تنها نباشه یه رابطه فیک و تو خالی رو شروع کنه. حقیقت ماجرا چیزیه که کمتر کسی جرأت گفتنش رو داره. آدمایی که طولانی مدت مجرد میمونن اغلب کسایی هستن که روانشناسی قوی‌تر، شفافتر و خودآگاه‌تری دارن. این ویدیو برای تسکین دادن مجردها نیست، بلکه برای بیدار کردن ذهن‌هاییه که نمیدونن چه قدرتی دارن. مجرد بودن تو نتیجه ناتوانی نیست، نتیجه انتخابه. بیا 5 دلیل واقعی و روانشناسی پشت این ماجرا رو باز کنیم که هیچ کس در موردش حرف نمیزنه. 1. فیلتر هوشمند. اولین دلیل اینه که این آدما انتخابگرهای بیرحمی هستن. اونا تفاوت بین گرسنگی عاطفی و ارتباط واقعی رو میفهمن. خیلی ها وارد رابطه میشن چون از سکوت خونشون میترسن. اما این دسته از آدما، اونا ترجیح میدن صبر کنن تا اینکه تظاهر کنن. این یه جور قدرت ذهنیه. اونا میدونن که رابطه فقط این نیست که یکی کنارت نفس بکشه. رابطه یعنی داشتن آدم درست. مغز این آدما یه سیستم هشدار دهنده قوی داره. به محض اینکه بوی سطحی بودن یا عدم تعهد به مشامشون برسه عقب میکشن. اونا حاضر نیستن روحشون رو حراج کنن فقط برای اینکه وضعیتشون بشه این relationship. 2. معتادان به آرامش. دلیل دوم خیلی عمیقه. اونا ریتم درونی خودشون رو پیدا کردن. ببینید، بودن توی رابطه اشتباه سیستم عصبی شما رو دائم تو حالت جنگ و گریز نگه می‌داره. استرس، نگرانی، چک کردن گوشی. اما آدمایی که آگاهانه مجرد بودن رو انتخاب می‌کنن به یه چیزی معتاد شدن که ترکش سخته و اونم آرامشه. اونا میدونن چی حالشون رو بد میکنه و چی بهشون فضا میده نفس بکشن. این آرامش چیزی نیست که حاضر باشن سرش معامله کنن. اونا تنهایی رو به بودن با کسی که آرامششون رو خط خطی میکنه ترجیح میدن. برای این آدما تنهایی به معنی بی کسی نیست، به معنی آزادی از دراماهای اضافیه. 3. بازسازی از صفر. البته همه هم با انتخاب خودشون اینجا نیستن. بعضی ها مجردن چون طوفان‌های سهمگینی رو رد کردن. خیانت، جدایی‌های تلخ یا ضربه‌هایی که باعث شد مجبور بشن خودشون رو از نو بسازن. نکته روانشناسی اینجاست. وقتی کسی از جهنم رد میشه، دیگه کورکورانه نمیپره تو بهشت قلابی بعدی. این آدما دارن آهسته درمان میشن. دارن با احتیاط اعتماد میکنن و بابت این گارد محافظتی از هیچ کس عذرخواهی نمیکنن. اونا یاد گرفتن که حفاظت از خود خودخواهی نیست، بلکه ضرورته. این تنهایی دوره نقاهت روح اوناست و دارن ازش لذت میبرن. 4. معماران آزادی. یه حقیقتی است که متأهل‌ها یواشکی بهش اعتراف میکنن. خیلی از مجردها واقعاً و عمیقاً خوشحالن. این افسردگی نیست، این کنترل کامله. کنترل روی زمان، انرژی، پول و اولویت‌ها. غذا خوردن تنها، سفر رفتن تنها یا تصمیم گیری برای کل روز بدون نیاز به هماهنگی با کس دیگه. این آدما بلند مدت فکر میکنن. اونا دنبال هیجان‌های یه شبه نیستن که فردا صبحش حس پوچی بده. اونا دنبال عمق هستن. استانداردهای اونا از توهمات فیلم‌ها نیومده، بلکه از تجربه‌های واقعی اومده. اونا دیدن که چطور روابط بد آدمای خوب رو نابود میکنه. دیدن که چطور حسادت، کنترل و دروغ روح رو میخوره. پس به جای اینکه بیفتن تو همون تله، صبر رو انتخاب کردن. 5. پارادوکس عشق. و اما دلیل آخر که شاید عجیب ترینش باشه. اونایی که طولانی تر از همه مجرد میمونن اغلب بزرگترین قلب ها رو دارن. شاید بگی پس چرا تنهان؟ چون اونا عمیق عشق میورزن. واسه همینه که نمیتونن آسون عشق بورزن.
این آدما بسته نیستن. اونا فقط محتاطن. اونا میدونن که اگه قلبشون رو بدن همه چیزشون رو میدن. واسه همینه که اجازه نمیدن هر کسی وارد حریمشون بشه. نه به خاطر اینکه اهمیت نمیدن، بلکه به خاطر اینکه اونقدر زیاد اهمیت میدن که نمیتونن ریسک کنن و این حجم از عشق رو خرج آدم اشتباهی کنن. از رفیق، چه با انتخاب خودت مجرد هستی، چه روزگار تو رو به این سمت برده، اینو یادت باشه. هیچ چیزی در مورد تو کم نیست. تو عقب نیفتادی. تو چیزی رو از دست ندادی. تو فقط به اون سطحی از بلوغ رسیدی که فهمیدی تنها موندن و ساختن یه زندگی واقعی شرف داره به بودن توی رابطه تو خالی. اگه این ویدیو حرف دلت بود، لایک و سابسکرایب یادت نره و برام تو کامنت بنویس آیا تو با انتخاب خودت مجردی یا هنوز داری درمان میشی؟